داداجان عطاوالله مخالف یگانه حکومت جمهوری تاجیکستان در خارج کشور که از دوران مقاومت‌های اولی سیاسی میان مخالفین و حکومت آن وقت به تاجیکستان آمده بود میگوید که صبح امروز در فرودگاه شهر تفلیس گرجستان بازداشت شده است. این خبر خودی داداجان عطاوالله امروز در فیسبوکش نوشته است. آقای عطاوالله می نویسد که او را با درخواست اینترپول بازداشت نمودند و چند ساعت است که در فرودگاه شهر تفلیس نگاه داشته ایستادند. عطاوالله می نویسد که حکومت تاجیکستان او را با جرم افراطگرایی و تروریسم در کشور گناهکار اعلام کردند. این خبران نزدیکان و پیوندان داداجان عطاوالله تصدیق کردند که صبح امروز از شهر پراگ به تفلیس پرواز میکرد و او را پلیس بین المللی در فرودگاه دستگیر کرده است و میگویند آنها تا حال از او اطلاعی ندارند. با گفته داداجان عطاوالله مقصدی از شهر تفلیس سفر کردنش این برپا نمودن چند واقعه با همتایانش بوده است. او میگوید که اگر نهادهای داخل گرجستان مرا محبس کنند این باعث شرمندگی به سیاست جوان دموکراسی گرجستان می باشد و اگر آنها را مرا آزاد کنند این باعث شرمندگی و سرپستی نهادهای اینترپول و نهادهای داخل تاجیکستان میگردد که بار دیگر بی‌صلاحیتی کسبی خود را نشان میدهند. داداجان عطاوالله ژورنالیست نیرومند تاجیک از دوران اولی فعالیتش در تاجیکستان نخستین روزنامه خصوصی را به نام چراغ روز تشکیل نموده در مقابل سیاست پرزیدنت مکامف مبارزه آغاز کرده است. بعدا با سر زدن جنگ‌های شهروندی در تاجیکستان به حیث فراری از تاجیکستان بیرون شده مبارزه سیاسی خود را مقابل حکومت امروزه تاجیکستان از شهر مسکو فدراسیون روسیه ادامه داده است. یادآور می‌شوم که داداجان عطاوالله 15 میولی سال روان در فرودگاه شریمتوو شهر مسکو بازداشت شده بود و پس از 4 ساعتی بازپرسی او را باز به پراگ روان کردند. ژورنالیست تاجیک داداجان عطاوالله 56 ساله رهبر حرکت مخالف وطندار و با مقاومت سنگین‌ترین سیاسی علیه حکومت امروزه تاجیکستان و پرزیدنت رحمانوف فعالیت داشته در سالهای اخیر در روسیه و کشورهای اروپایی زندگانی میکند. حکومت تاجیکستان، امامعلی رحمانوف، سیمومین یتیموف و دیگران به رهبریت عالی روسیه مراجعت کردند که من بازداشته شوم. عزیزان، این من و این کرملین، این من و این مسکو. من در مسکو نشستم، اما بدانید روسیه تاجیکستان نیست، ولادیمیر پوتین امامعلی رحمانوف نیست. مرا به هیچ وقت و عوض هیچ چیزی به رحمانوف و به سیمومین یتیموف عوض نخواهند کرد. من عوض نشوندم. من سیاستمدارم. من ژورنالیستم. من سالک راه حقم. من داداجان عطاوالله ام. چون مواد لازمه آماده پخش بود، ساعت 12:57 مسکو آزادگان خبر پخش نمود که داداجان عطاوالله را از فرودگاه تفلیس آزاد نمودند. مورد به یادآوری است که چند قبل آقای عطاوالله را در فرودگاه شریمتوو 4 ساعت بازداشت نموده بودند و این بار دوم است که داداجان عطاوالله را باز 4 ساعتی دیگر در فرودگاه تفلیس بازداشت شد. چی معنا دارد؟ معما است و خلاص. لایحه کنسپت اتحاد نیروهای اصلاحات‌خواه تاجیکستان امروز 20 آگوست از طرف گروه هماهنگسازان این اتحاد با درآوردن تغییرات و الهه‌های نهایی قبول و در واسطه‌های اخبار عامه نشر شد. در این باره رحمت الله زایروف رهبری حزب سوسیال دموکرات‌های تاجیکستان و عضو این اتحاد خبر داد. به گفته وی در نظر است متن کنسپت اتحاد نیروهای اصلاحات‌خواه تاجیکستان در جلسه نوبتی اتحاد که روز شنبه 24 آگوست در قرارگاه مرکزی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برگزار می‌گردد به امضا خواهد رسید. این سند 2 صفحه‌ای که از جانب احزاب مختلف و سازمان‌های اعضای این اتحاد انشا شده است، بنابر مقدمه آن باید محوری برنامه انتخاباتی نامزد یگانه قرار گرفته در صورت انتخاب شدن نامزد مخالفین به منصب پرزیدنتی پرره عملی گردد. در قسمت برنامه عملی سند مذکور از جمله آمده است که نامزد در دوام 2 سال اگریگات نیروگاه برقی آبی راغون را به استفاده داده نظام اندازبندی و باشستانی و سیاست دولتی مهاجرت را از نو دیده براید. در برابر این پلیس سهمیه هایی که از جانب دولت و بانک ها از اهالی گرفته شده‌اند به مردم برگرداند و از پلکی کردن راه ها به تامین راه های الترناتیوی قاطعانه دست کشد. همچنین در این سند اصلاحات کنستیتوسیونی پیش بینی شده است که مهلت پرزیدنتی
به 2 چارتاله محدود شده تقسیم صلاحیت‌های اداره دولت بین پرزیدنت، سروزیر و پارلمان عملی شود. نامزد یگانه باید پارلمان یک پرتگی تأسیس داده انتخاب 90 وکیل مردمی و 60 وکیل از روی خط حزب‌ها را تامین سازد و انتخابی شدن رئیسان ولایت، شهر و ناحیه و جماعت‌ها را تامین نماید. رئیس منطقوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شهر کولاب در یک صحبت ویدیویی خود سازماندهی گروه‌های علاوگی نظامی در منطقه را اعلام خطر خوانده است. محمد شریف نبیوف رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه کولاب میگوید تفریق اندازی هایی که وقتهای آخر حکومتداران تاجیک پیشه کرده اند احتمال سر زدن حوادث سالهای 90 عصر گذشته را در کشور به وجود خواهد آورد. کولاب پیش از انتخابات چند نهادهای قدرتی دوران چند گروه‌های خود تأسیس دادن در منطقه کولاب از وزارت کارهای داخلی گروهی تشکیل کردگی‌اند در قرارگاه دولت سابق و در چند مناطق که از مشاهده ما دارن چیزهای قدرتی شما مستحکم میکنن و با این کارهای پس فکر نمیکنم که دست زنن در مرحله انتخاباتی. ما فکر نمیکنم که حکومتدارا هم یک تشنج جامعه را بخواهند. غفلت زدگی در سیاست خطر ایجاد میکنه. او در خطاب به مقامات گفته است بازوری حکم کردن غیر امکان است و مردم را تنها با مهر و محبت می توان در اطراف خود جمع نمود. محمد شریف نبیوف در صحبت با خبرنگار آزادگان مناسبات برخورد موجوده حکومت با نهضتی ها را شرح داده از پیامدهای منفی آن هشدار داده است. وی گفته است که منفعت‌های ملی بالاتر از منافع حزبی قرار می‌گیرند و به تشنج آوردن جامعه و خللدار کردن ثبات تاجیکستان به نفع حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیست. رئیس منطقوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شهر کولاب معتقد است که انتخابات یک وسیله بلند برداشتن معرفت سیاسی مردم دانسته می شود و نباید با رأی و باورهای مردمی بازی کرد. صبح امروز 20 اوگوست رسانه‌های مصری خبر دادند که محمد بدیع رهبر جماعت اخوان المسلمین در مصر همراه چند تن از یاران و 6 نفر از محافظان و دستیارانش از جانب نیروهای امنیتی این کشور در خانه اش بازداشت گردید. وزارت کارهای داخلی مصر این بازداشت را یکی از موفقیت‌های خود خواند و اعلام کرد که مقامات قدرتی برای انجام دادن این عملیات که صبح بر وقت انجام داده شد خیلی زحمت کشیدند. مقامات قدرتی مصر معتقدند که دستگیر شدن محمد بدیع و روانه زندان کردن وی نتیجه عملهای تندگرایانه است که اخوان المسلمین در گذشته انجام داده اند. وزارت کارهای داخلی این کشور باور دارد که برای بازگردانیدن ثبات و امنیت در خیابان‌های مصر یک قدم به پیش گذاشته است. محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین در آخرین خطبه خود در میدان رابعه عدوی که طرفداران محمد مرسی برای تظاهرات مسالمت آمیز گرد هم آمده بودند گفت سینه‌های شفاف و باز ما نیرومندتر از تیرهاست و مسالمت آمیز بودن تظاهرات ما قوی‌تر از تانک و توپ. محمد بدیع 70 ساله هشتمین رهبری جماعت اخوان المسلمین در مصر است که 16 نوامبر سال 2010 پس از محمد عاکف به این مسند انتخاب شد. بدیع سال 1943 در ناحیه محلة الکبرى مصر تولد شده است و تعلیمات ابتدایی را در کشورش گرفته دارای عنوان دکتر علم در ساحه طب بیطاری است و طبق دانشنامه علمی عربی از صدگانه بهترین طبیبان ساحه دانسته می شود. وی سال 1993 به عضویت جماعت اخوان المسلمین پذیرفته شد. محمد بدیع و 2 تن از معاونانش خیرت شاطر و رشاد البومی به اتهام تحریک به کشتن 8 نفر تظاهر کننده مسالمت آمیز در نزد دفتر اخوان المسلمین در آخر ماه ایول گذشته متهم دانسته می شوند و بررسی پرونده آنها قرار است یک شنبه آینده در سود آغاز شود.
بازداشت رهبر اخوان المسلمین در حال در سرخط خبرگزاری های جهان جا گرفت که روز گذشته دادگاه در قاهره حسنی مبارک سابق پرزیدنت مصر را که ینوری سال 2011 سرنگون شد در قضیه کاخهای رئیس جمهوری سفید کرد و وکیل مدافعش اعلام نمود که طی چند روز آینده آزاد خواهد شد. ناآرامی های اخیر مصر که 6 روز پیش اوج گرفتند و در نتیجه صدها کشته و هزارها تن دیگر زخمی و روانه زندان گردیده اند همانا نتوانسته است که اراده مردم و طرفداران پرزیدنت منتخب مصر محمد مرسی که بر اثر تبدلات نظامی از قدرت برکنار شد بشکند و همانا در مصر و دیگر کشورها چنین تظاهرات مسالمت آمیز ادامه دارد. بنابر آمارهای موجوده در سراسر کشور روسیه نزدیک 2 میلیون شهروندان تاجیکستان به عنوان مهاجران مهنتی قلمداد شده با کسب و شغل‌های گوناگون فعالیت می‌کنند. موضوع امروزه ما از حیات یک نوجوان تاجیک نقل می‌کند که در شهر مسکو به سر برده و در نتیجه سعی و تلاش زیاد به مقام قهرمانی رسیده است. این جوان شاهزاد غلامزاده فرزند خدادادگی غلاموف می باشد که یکی از شخصیت‌های سرشناس تاجیکستان در ساحه ورزش می باشد. در صحبتی که با نام برده داشتیم گفت او سال 1977 دانشکده ورزشی را که آن زمان با نام کلرین مشهور بود ختم نموده است. سالهای 1979 تا 1984 در دانشگاه دولتی گومینیتری به نام شالوخوی شهر مسکو دارالفنون یا خود به اصطلاح اسپرانتورا اش را دفاع نموده است. خدادادگی غلاموف طی چند سال در دانشکده ورزشی شهر دوشنبه کار و فعالیت نموده چندین شاگردان را تربیت نموده است. نامبرده در ادامه مطلب گفت معلم کلان در کافدرای تربیت ورزش اون وقتا در دانشکده که اسپرانتورا میخوندم در اونجا کار میکردم. حاضر به جای اقامت با به این طرف گذاشتم. سال 1994 فرزندای 8 سال بگیم که زیادتر مسافر می رفتیم می آمدیم. فرزندا در دوشنبه بودن در کوچه باربد. از سال 1994 دیگه در اینجا اقامت داریم. من حاضر 13 شد. قریب 7-8 سال شد در اینجا. فرزندا یک قسمش در تاجیکستان بسیارترش در اینجا زندگی کرده است. به قول آقای غلاموف وی صاحب 5 فرزند بوده همه آنها دارای معلومات عالی می باشند. شاهزاده غلامزاده فرزند آخرین آن کس بوده 19 سال سن دارد. به گفت او زیاده از 8 سال این جانب در رشته بدمینتون مشغول ورزش است. در سن 15-16 سالگی میان تیم یک چینی آشنایان روسیه قهرمانی اروپا شده. در سن 17 سالگی میان کلانسالان در کشور کره جنوبی مقام سوم را کسب نموده است. امسال در کشور بلغارستان هنگام برگزاری بازی‌های جهانی شاهزاد در بازی تک نفری عنوان قهرمان جهان را کسب نموده و صاحب مدال طلا گشته است. در بازی میکسه یا خود 2 نفری صاحب مدال نقره گشته است. Недавно был Сурдолимпийские игры в Софии, Болгарии, по 27-4 августа. И вот у меня результаты в одиночном золото, а в миксе серебро. طبق گفته‌های پدر نام برده اضافه می‌نماییم شاهزاد غلامزاده در رشته‌های دیگر ورزش مثل والیبال و شناوری نیز شرکت می‌کند. او جوان پرتلاش و با استعداد بوده در مسابقه‌های مکتبی میان خوانندگان شهر مسکو با تقلید از رقص‌های خواننده معروف آمریکایی مایکل جکسون مقام اول را اشغال نموده سزاوار کوبا گردیده است. شاهزاد غلامزاده آرزو دارد بعد ختم مکتب در دانشگاه ورزشی شهر مسکو ادامه تحصیل نموده کسب پدرش را ادامه دهد. خدایداد زاکری برای خبر.